صدامو شنیدی؟ بد شد نه؟ چی؟ تو یه یهودی هستی و از یه سامری آب میخوای. از یه زن. متاسفم. باید میگفتم لطفاً. تنها بودنت اینجا اصلا امن نیست. همینطور تو؟ چرا با دیگران نیومدی؟ و چرا انقدر دیر وقت؟ مگه زنها در خنکای صبح به چاه نمیان؟ آره کسی نمیخواد با من دیده بشه، پس مجبورم سر زور که هوا گرمه بیام. خیلی ممنون که یادآوری کردی. چرا نمیخوان با تو دیده بشن؟ داستانش طولانی. من هنوز یه جرعه آب میخوام. اگه بتونی بهم بدی. شگفت انگیزه که تشنگی با آدم چی کار میکنه. به نظرت من نجس نیستم؟ با این کوزه نجس نمیشی؟ ممکنه یه عده از قومم در مورد زنانتون اینو بگن، اما من نمیگم. جدی؟ و تو چی میگی؟ میگم اگه میدونستی کی هستم، تو از من آب میخواستی واقعا؟ و من به تو آب حیات میدم. جدی؟ اما سطل نداری که آب بکشی. این چام خیلی عمیقه. به علاوه اگه تو منبع آب زنده رو داری، دیگه از من چی میخوای؟ داستانش طولانی. اما آب یهودی بهتر از آب سامر است. این چیزی نبود که تو من از جد گفتم. ما یعقوب بهتری که این چاهو زد؟ آب تو بهتر از اونه؟ من یعقوبو میشناسم و هر کسی که از این آب بنوشه دوباره تشنه میشه. اما اگر آبی که من میدم و بنوشه هرگز تشنه نمیشه. این عالیه. آبی را که من میدهم